هنگام ارتکاب یک سرقت هر لحظه اهمیت خاص خودش رو داره. سارقان هم میتونن از نوع حرفه‌ای اونها باشن و گاهی توی یک شش به هم زدن سرقت‌های میلیون دلاری انجام بدن. توی این گشت و گذار کوتاه بین سرقت‌های معروف جهان با برخی از سریع‌ترین دزدهای تاریخ هم آشنا میشیم. دبی اولین کیسیه که به سراغش میریم، جایی که یک سرقت جسورانه فقط توی 170 ثانیه انجام شد. توی ادامه این فهرست میبینیم که معمولاً سریعترین سرقت‌های بزرگ مربوط به جواهرات هستن. سرقت از بانک به دلیل وجود موانع امنیتی متعدد خیلی دشوارتره، اما در مورد فروشگاه جواهرات تنها کافیه که دزد وارد مغازه بشه، شیشه ها رو بشکنه، جواهرات گران قیمت رو برداره و بعدم از اونجا فرار بکنه. توی سال 2007 کسایی که توی مرکز خرید وافی دبی بودن صحنه‌هایی رو دیدن که معمولاً توی فیلم‌های هالیوودی میشه دید. بیایید با هم تصاویر این سرقت رو از دوربین‌های مداربسته ببینیم. یک خودرو با سرعت از شیشه‌های مرکز خرید عبور میکنه. این در حالیه که یه خودرو دیگه هم پشت سر اون وارد مرکز خرید میشه. این خودروها به سمت یک فروشگاه جواهرات حرکت میکنن. بعد از رسیدن به مکان مورد نظر، مردی مسلح از یکی از اونها خارج میشه و اطراف رو بررسی میکنه و بعد از اون خودروی دیگه به در فروشگاه جواهرات برخورد میکنه و فردی با اسلحه و چکش از اون پیاده میشه. این فرد بلافاصله شروع به شکستن ویترین های شیشه‌ای میکنه و جواهرات گران قیمت رو برمیداره. اون در مجموع 3.4 میلیون دلار از این جواهرات رو به سرقت میبره و بعد از اون به سرعت از صحنه فرار میکنه. در کل این سرقت تنها 170 ثانیه طول کشید. بعداً مشخص شد که خودروهایی که سارقان از اونها استفاده کردن سرقتی بوده و همچنین اسلحه‌ای که فرد مسلح توی دستش داشت تقلبی بوده و تنها برای ایجاد رعب و وحشت از اون استفاده می‌کرده. سارقان قصد داشتن که از این کشور فرار بکنن، اما خوشبختانه پلیس دبی قبل از اینکه بتونن از مرز عبور بکنن 2 مظنون رو دستگیر کرد. پلیس امارات در نهایت جواهرات سرقت شده رو توی خودرو این 2 مظنون پیدا کرد. تا سال 2014 مظنون سوم همچنان متواری بود، اما در نهایت پلیس اسپانیا اون رو دستگیر کرد و توی سال 2015 تحویل امارات داد. برای اینکه تلخی این شکست به کام دزدا بیشتر بشه و کسی هم بعد از این هوس نکنه که از این کارها توی دبی انجام بده، پلیس تصمیم گرفت که ماشین این سارقان رو توی موزه پلیس دبی به نمایش بذاره. کیس بعدی که بررسیش میکنیم ما رو به خیابون نیو باند توی لندن انگلستان میبره و باز هم به فروشگاه جواهرات. ساعت 4:40 بعد از ظهر 2 مرد با لباس رسمی وارد فروشگاه شدن و خودشون رو به عنوان مشتری جا زدن. اونها ماسک نداشتن، اما ظاهر واقعیشون هم مشخص نبود. قبل از سرقت اونها به یک گریمور حرفه‌ای گفته بودن که برای ساخت یک موزیک ویدیو جدید نیاز به چهره کاملاً تغییر کرده دارن. بعد از اینکه کارهای گریم انجام شد، یکی از سارقان به اون یکی گفت که حتی مادرم هم منو تشخیص نمیده. اونها بعد از ورود به فروشگاه اسلحه‌های خودشون رو بیرون کشیدن و به کارکنان دستور دادن که روی زمین بخوابن. بلافاصله یکی از فروشنده ها رو مجبور کردن که ویترین جواهرات رو باز بکنه. کل این سرقت تنها 2 دقیقه طول کشید، اما تو این مدت اونها 65 میلیون دلار جواهرات رو به سرقت بردن. با این حال سارقان نمیتونستن که این جواهرات رو به همین سادگی بفروشن، چون که این جواهرات به قدری شناخته شده بودن که سارقان برای فروششون مجبور بودن اونها رو تیکه تیکه بکنن و همین هم ارزش اونها رو خیلی کم میکرد. سارقان برای اینکه بتونن به خوبی و بدون دردسر فرار بکنن، یکی از کارکنان این جواهر فروشی رو به عنوان گروگان با خودشون بیرون بردن و برای خلوت کردن خیابون هم یک گلوله هوایی شلیک کردن تا مردم بترسن و مسیر فرارشون هموار بشه. توی بریتانیا همه نیروهای پلیس مسلح نیستن و فقط یک بخش خاص از اونها اجازه استفاده از سلاح گرم رو دارن. پس اگر حتی یک افسر عادی پلیس هم نزدیکی صحنه سرقت حضور داشت، اجازه مداخله نداشت و باید منتظر یگان ویژه میشد. سارقان هنگام فرار با تغییر مداوم وسیله نقلیه‌شون باعث شدن که پلیس رو کاملا گمراه بکنن. اما این کار به ظاهر هوشمندانه به ضرر سارقان هم
هم شد، چون که یکی از اونها موبایلش رو توی یکی از این خودروها جا گذاشت. اشتباهی سرنوشت ساز که باعث شد پلیس بریتانیا ملقب به اولد بیل رد اونها رو بزنه و اونها رو دستگیر بکنه. اما شاید براتون جالب باشه که بدونید هیچ یک از این جواهرات سرقت شده هرگز پیدا نشد. این به این معنیه که سارقان توی بازجویی و توی دادگاه نم پس ندادن و جواهرات برای همیشه ناپدید شدن. سرقت بعدی ما رو به تاکوما توی واشنگتن آمریکا میبره، جایی که یکی از سریع‌ترین سرقت‌های تاریخ رخ داد. در مقطعی مجرمی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم یک قهرمان آمریکایی بود. لوک اولیوت سامر خدمت سربازی خودش رو توی ارتش ایالات متحده گذروند، اما توی چرخشی عجیب اون از آموزش‌های نظامیش برای سرقت از بانک استفاده کرد. سامر توی بریتیش کلمبیا کانادا بزرگ شد، اما تابعیت دوگانه کانادایی آمریکایی داشت و اون توی سال 2003 زمانی که فقط 17 سالش بود به ارتش آمریکا پیوست. یعنی دقیقاً همون سالی که ایالات متحده آمریکا حمله خودش رو به عراق آغاز کرد. اون طی این سالا توی عراق بود و توی سال 2005 به افغانستان رفت. بعد از بازگشت به آمریکا اون افرادی رو برای پیوستن به کمپ آموزشی خودش جذب کرد. توی 7 اوت 2006 4 مرد مسلح به شعبه بانک آمریکا توی تاکوما حمله کردند. این سرقت به طور دقیقی برنامه‌ریزی شده بود. 2 نفر از اونها سلاح کمری داشتن و مسئول گرفتن پول بودن. اسلحه 2 نفر دیگه از نوع AK47 بود و از بیرون بانک مراقبت می‌کردن. سامر یکی از اون افرادی بود که اسلحه کمری در دست داشت و رهبری حمله رو به عهده داشت. همه اونها علاوه بر جلیقه ضد گلوله مقدار زیادی هم مهمات به همراه داشتن. سامر در حالی که به بانکدار دستور میداد تا پولها رو به اون تحویل بده، از یکی از همدستاش که جلوی بانک ایستاده بود میپرسید که چه مدت از سرقت گذشته. وقتی که 2 دقیقه از این سرقت گذشت، دستگاه زمانسنج این تیم با صدای بلندی گفت "Let's go" و اونها متوجه شدن و از محل فرار کردن. سامر و تیمش بانک رو تنها با $54,000 ترک کردن و این عملیات 2 دقیقه و 21 ثانیه طول کشید. عملیات هماهنگی نظامی خیلی خوبی داشت، اما یک اشتباه فاجعه بار باعث شد که تنها 3 روز بعد همه اونها دستگیر بشن. اونها یادشون رفته بود که پلاک خودروشون رو مخدوش بکنن و یک شاهد عینی هم شماره پلاک خودرو رو یادداشت کرد و به پلیس تحویل داد. همین موضوع باعث شد که پلیس به دردسر خیلی خاصی برای پیدا کردن این سارقای مسلح نیفته. پاریس، سرقت بعدی که به سراغش میریم توی شهر عشق انجام شده. توی سال 2014 سارقان تصمیم گرفتن که یک آقازاده سعودی رو سرقت بکنن. توی یک بعد از ظهر آروم یک شنبه حدود ساعت 5 بعد از ظهر عبدالعزیز بن فرد از هتل فور سیزن جورج پنجم، یکی از گرونترین هتل‌های پاریس، خارج شد. قیمت یک اتاق ویژه این هتل شبی $2200 برای شما تموم میشه. آقازاده سعودی قرار بود که به فرودگاه لوبوژه بره و با هواپیمای شخصیش به خونه برگرده، اما توی مسیر اتفاقاتی افتاد که به مذاق آقازاده خوش نیومد. به عنوان عضو یک خانواده سلطنتی اون تنها سفر نمی‌کرد و یک کاروان همراه با نگهبانان امنیتی اون رو مساعدت می‌کردن. خودرو پیشرو یک ون مرسدس بود که بعضی از محافظان هم داخل اون بودن. با این حال این سطح از امنیت به نظر می‌رسید که کافی نیست. در همین زمان 8 نفر مسلح که ماسک به صورتشون زده بودن وارد عمل شدن و ون مرسدس رو دزدیدن. اونها یک کیف دستی رو به سرقت بردن که آقازاده سعودی اون رو با €250,000 پول نقد پر کرده بود. علاوه بر پول نقد کلی ساعت لوکس و مدارک محرمانه هم سرقت شد. این مبالغ اصلاً برای آقازاده سعودی مهم نبود، ولی چیزی که این وسط خیلی اهمیت داشت حیثیت فرانسوی‌ها توی امنیت کشورشون بود. به خاطر همین با پیگیری‌های شدید مقامات فرانسوی 1 سال بعد 9 نفر در ارتباط با این سرقت دستگیر شدند. چند توی جنوب فرانسه ما رو یاد اصغر فرهادی و جشنواره فیلم‌های سینمایی میندازه. اما توی سال 2013 اتفاقی که توی هتل کارلتون افتاد همه چیز رو به حاشیه برد. یک دزدی چندین میلیون دلاری جواهر، اونم تو روز روشن. این هتل باشکوه یکی از مکان‌های محبوب برای ثروتمندان و افراد معروفه. همچنین توی خودش یه نمایشگاه جذاب جواهرات هم داره که به نظر میرسه جای خوبی برای دزدها هم
باشه. این نمایشگاه توسط خانه جواهرات لویف که متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی به اسم لویف هست برگزار شد. در حالی که کارکنان در حال چیدمان گردنبندها بودند، دزد با عکس‌العمل بالا وارد شد و به سرعت اقدام به دزدی کرد. اون با یک اسلحه و شال روی صورتش وارد شد و کارکنان هیچ گزینه‌ای بجز تسلیم شدن نداشتن. اون این کار رو تنها توی 27 ثانیه انجام داد. هتل کارلتون مقابل یک ساحل شلوغ و زیبا واقع شده. پس تنها کاری که دزد باید انجام میداد این بود که بین جمعیت عظیم خارج از هتل به خوبی پنهان بشه. در ابتدا مسئولین هتل کارلتون فکر می‌کردن که ارزش جواهرات دزدیده شده فقط 40 میلیون یوروه، اما بعداً متوجه شدن که جواهرات دزدیده شده ارزششون 100 میلیون یورو یا همون 109 میلیون دلار بوده. بعضیا حدس میزنن که دزدی که این جواهرات رو سرقت کرده عضو گروه پینک پانترزه. این گروه امضای کارش اینه که سرقت‌های میلیون دلاری رو با سرعت و زیر 1 دقیقه انجام میده. این رو هم بگم که در نهایت دزد این سرقت پیدا نشد و اون 109 میلیون دلار یه خیلی دمتون گرم که تا انتها با من همراه بودید. من محمد علیم و ازتون تک تک تشکر میکنم که با لایک، کامنت و سابتون انرژی مثبت برای من میفرستید. داریم میریم به سمت 3000 تایی شدن. تا ویدیو دیگه با اجازهتون، خدا نگهدار.